سلام دوستان عزیز، امروز اومدیم با رابطه جا زدن قاب‌های تصمیت‌های قاب وسط که خیلی سخت جا میرن، باید موتور بکشیم پایین. فیلم بگیم اینجا این قسمت همیشه برش میزنین، محافظ اینجوری که مجبور نشین موتور رو بکشیم بالا. حالا به راهکار جدید خیلی آسان تر، اینجا رو اول برش میزنین و بعد به اون صورت جا میزنین. بگی بچه دور میه جلو به این حالت. وقتی اونجا رو برش بزنیم خدمت تمام همکارا که به راحتی بتونیم این قابو بفرستین سر جای خودش. میبینین خیلی از همکارا برای جا زدن این قاب درد سر دارن. دوربینه بگی جلو. به همین خوشگلی و راحتی وقتی برش بزنیم میتونین قاب وسط تصمیت‌های ما